بانک ملی تاجیکستان با نشر نام بیش از 200 نفر افراد تحت پیگرد و 15 سازمان فعالیتش ممنوع که از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و اکستریمیستی اعلام شدند، خواستار قطعی همگونه همکاری مالی ساکنان و سازمان‌های مالی کشورهای جهان با آنها شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 تاجیکستان آزاد، اخوان المسلمین، طالبان، گروه دولت اسلامی، القاعده و دیگر حزب و سازمان‌های شامل این رویخط بانک ملی تاجیکستان شدند. اعضای گروه جماعت انصارالله، حرکت اسلامی ازبکستان و افراد متهم در انتقال مواد مخدر، سلاح و قاچاق انسان نیز شامل این رویخط هستند. با گفته مقامات برخی از این افراد به مثل عبدالرسول میرزایف برادر غفار میرزایف در زندان قرار دارند و برخی دیگر مثل امردین تبروف رهبر گروه تندروی انصارالله کشته شدند، ولی جای دادن اسم آنها در رویخط به خاطر بسته شدن و قانونی کردن مبلغ‌هایی است که احتمال در صورت حساب آنها در خارج قرار دارد. یک مقام بانک ملی تاجیکستان گفت هدف نشر این رویخط منجمد یا حبس کردن پول‌های این افراد و سازمان هاست که تاجیکستان رویخطشان را پیشنهاد کرده است. با گفته مصاحب ما، این رویخط بر اساس طلبات فینانشیال اکشن تاسک فورس، یک نهاد بین المللی مبارزه با شستشوی پول ترتیب یافته است. او گفت باید کشورهایی که با ما همکاری پولی و مالی دارند حساب‌های حزب نهضت، گروه 24 تاجیکستان آزاد را بر اساس این رویخط ما بندند. تاجیکستان نیز در دایره این همکاری انتقال پول از افرادی را که با تروریسم سر و کار دارند و عضو سازمان‌های مثل دیش هستند جلوگیری می‌کند. شریف رحیمزاده، وکیل پارلمان و رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت در دایره سازشنامه‌های بین المللی تلاش می‌شود تا از گردش مبلغ به خاطر صادر شدن جنایت جلوگیری شود. و افزود: ساختار مخصوص در هیئت بانک ملی تشکیل شده است و نامش دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی هست. ساختاری هست که باید نظارت کند گردش مبلغ‌ها و هر مقصد این است که همه مبلغ‌هایی که وارد میشن میبرند باید قانونی باشند. مقصد برای عملیات‌های غیر قانونی، برای مبلغ‌گذاری تروریسم و برای خرید مثلا موادهای گوناگونی که برای جنگ استفاده میشوند و مواد مخدر و غیره و غیره که در تمام دنیا مبارزه بر ضد آنها هست، مبلغ‌ها باید برای این مقصد استفاده نشوند. 2 سال پیش مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از انتقال پول به صورت حساب جهادیان پیشنهاد بستن همیان اینترنتی رو کرده بود. در شبکه‌های اجتماعی افرادی که ظاهراً عضو گروه‌های افراطی بودند با نوشتن رقم‌های همیان الکترونی خود پرداخت پول از ساکنان را طلب می‌کردند. مقامات با ارسال رقم‌های همیان اینترنتی از شرکت کیوی والد و یا همیان اینترنتی مسدود کردن صورت حساب‌های را درخواست کرده بودند که احتمال برای گروه‌های تندرو مبلغ جمع می‌کردند. 3 سال پیش نیز بانک‌های تاجیکستان دستور گرفته بودند که انتقال پول از سوریه و عراق را موشکافانه تحقیق کنند.